دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه شاداب باشید. درختی رو که در تصویر مشاهده میکنید یک درخت بن هست که با پسته پیوند زده شده و همچین اباحتی رو از خودش به جا گذاشته. از بین سنگ بیرون زده، رشد کرده و تنه قدرتمند اون سنگ بزرگ رو کاملا تخریب کرده. میرم جلوتر که مشاهده کنید. از این قسمت بهتر میتونید ببینید که در چه شرایطی رشد کرده، کجا رشد کرده و چه تأثیرات روی سنگ گذاشته. میرم بالاتر تا خوب از نزدیک شما هم اباحت این درخت رو ببینید. خوب نگاه کنید. این تنه توی سنگ رشد کرده. گفته بودم با پسته پیوند زده شده. این هم پسته هست، ولی پسته هاش باری نمیدن، 20 ثمر هستن. نگاه کنید چه به روز سنگ آورده. یک درخت که اول نهال بوده، بعد به یک درخت تنوبند تبدیل شده و سنگ رو کاملا شکافته. این هم از زاویه دیگه ببینید. درخت کاملا سنگ رو از هم پاشونده. واقعا درخت قدرتمندی هم هست، پیچیده، تنومند و استوار. این هم نمایی دیگه. سنگ از هم جدا شده.